بسم تعالی. امروز 3/7 پنجشنبه 1404 هستش و ما میخوایم اینجا یک کار کوچیک از کار پتینه کاری چوب رو به دوستان آموزش بدیم. این کارا که نگاه میکنین الان رنگ پولیرتان خورده چوب و قرار روش یک کار پتینه کاری انجام بشه. حالا اینا اگه دیده بشه یک کاری انجام شده، یک کار پتینه اینا انجام شده، یه رگه هایی در اومده و این کار هنوز پتینه نشده و ما میخوایم بهتون اینو آموزش بدیم. ما اول مثلا اینو میخوایم پتینه نقره‌ای بزنیم، حالا یه سری میخوایم پتینه طلایی بزنن، صدفی بزنن یا هر چیز دیگه، ولی ما الان اینو میخوایم یه پتینه رنگ نقره‌ای بزنیم. برای این کار ما اومدیم رنگ پودر نقره‌ایمونو با تینر روغنی مخلوط کردیم و روی کارمون این کار رو انجام میدیم. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ روی این کار یه حالت با چتکه میکشیم. با چتکه همه جاشو میکشیم. چتکه همه جای این کار رو میکشیم. این کار الان یه رنگ نقره‌ای پتینه دورش شد. حالا این کار هنوز تمام نشده، اما برای این کار میایم از پارچه های تنظیف استفاده میکنیم و روی این کار رو با پارچه میکشیم، رو سطح تمام کار میکشیم. تمام کارمون رو یه پارچه تنظیف میکشیم که این رگه ها پر بشه. یک رگه به ما الان دادش، رگه های چوبمون یه پتینه نقره‌ای گرفت و برای اینکه کارمون کامل بشه میام با یه پارچه تنظیف تمیز دیگه دوباره روی سطح کارمون رو میکشیم. این پودرمون رو با جلای روغنی یا روغن جلا، اگه مارکش هم صادق کحالی باشه که بهتره، با مقداری پودر نقره‌ای قاطی کردیم و یه مقداری روغن جلا
رو سطح کارمون کشیدیم یه بار و با دستمال تمیز کارو پاکش کردیم. این الان شد یه پتینه نقره‌ای که روی سطح کار چوبمون که زیرش سفید پولرتن زده بودیم اجرا کردیم. این الان پتینه‌اش زده شده، ولی برای این که این پتینه ثابت روی کارمون بمونه ما باید یک رنگ فوری دیگه، رنگ فوری کیلر فوری بیرنگ یا حالا پولرتان بیرنگ یا بهتون بگم پولیستر بیرنگ، هر چیزی رقیق میکنیم. یه دست نازک روی این کار ما با پیستوله میپاشیم که کار دیگه ثابت بشه. این کار میشه یک کار پتینه کاری تمیز و مرتب. حالا اگه بشه من دست آخر از این کار یه عکس فیلمی برای شما میذارم. حالا این کار اینجا اگه نگاه کنی هنوز پتینه نشده، سفید پولیرتان خورده و قراره که یه پتینه نقره‌ای هم روش کشیده بشه. حالا من اگه بشه کار جمع بشه، درا نصب بشه، براتون عکسشو میذارم. الان این کارمون نگاه کنیم. این کار الان سفید پولیرتان خورده و روش قراره یه پتینه نقره‌ای هم زده بشه که حالا این کار انجام میشه و چی برای شما گذاشته میشه. این درها همینطوری باید همش پتینه نقره‌ای بشه. با تشکر، خداحافظ.